از خردی میخواستم معلم باشم، لیکن زمین به کار کردن دوست می‌داشتم. مادرم میگفتن که تو فقط کشاورزی و کار کن فرزندی عزیزم، چون که تو زمین دوست می‌داری. کدام شخصی که کسبش دوست می‌دارد کاری وای پیش میرد میگفتن. دلی گرم که کار کردن زمین هم میخوراند هم میپوشاند. من احمد جانب بی‌سعادت رئیس خواجگی دهقانی حکیم فتام‌الله از جماعت خسیوز ناحیه باباجان غفوروف. من از خردی همین ساحه زمین به کار کردن بی‌نهایت دوست می‌داشتم، چون که پدر و مادرم دهقان بودن، کلخاسچی بودن. هم به من همین مسئله زمین به کار کردن انتخاب کردم. در مکتب با بهای خوب و اعلی می‌خواندم، اما زمین به کار کردن قسمی دوست داشتی خود گفته انتخاب کردم. از خردی می‌خواستم معلم باشم، نه، لیکن زمین به کار کردن دوست می‌داشتم که زمین انتخاب کردم. از سال 1978 اینجانب در کلخاز کار می‌کردم. 2003 با سپارش رئیس کلخاز بریگادیر شدم. از 2008 با پرزیدنت ما قرارشان خواجگی دهقانی تشکیل شد. رئیس خواجگی دهقانی از 2008 تا اینجانب کار کرده و فعالیت کرده گشتیم. من خودم بریگادیر، شوهرم حسابچی خواجگی دهقانی شده کار کردگی. من با همراهی شوهرم 4 نفر فرزند داریم، 2 نفر دختر، 2 نفر پسر. همه در عائله ما کشاورز، دهقان، عائلوی کار میکنیم. پسری کلانی هم مکانیزاتور شده کار میکند. پسری خردی هم حسابچی ساحه سودا. خواجگی دهقانی چه خیلی محصولات تیار کنیم بوده بازار بفروخته، مسئله پول یافتن به ذمه پسری خردی. پسری کلانی مکانیزاتور زمین تیار میکند، حاصل تیار میکند، ما من رونیچی میکنیم. همین خیلی. دخترها هم همچون ما و یاردمچی سهم دارن، هر کدومشون عمده همینجور کار میکنند. ما هم عائله کلخاسچی سهم دار. پدری شوهرم بریگادیر که بودن، دستگیری کردن که شما هم بریگادی کنید، من یاردم میکنم گفته. عصبی همون من بریگاد شده، من تا حالی کارکسوسیم. اصلا دهقان بودم، کلخاسچی. من فقط مادرم میگفتن که تو فقط کشاورزی و کار کن فرزندی عزیزم، چون که تو زمین دوست می‌داری. کدام شخصی که کسبش دوست می‌دارد کاری وای پیش میرد میگفتن. حسابی خودم بریگاد بودن، مثلا زن به سالی وزبیلی میکند، شب بسیارتر زمین به کار کردن در کار آب مونی، زمین شد گور کنی، خیلی کوه مرد در کار. برای همین شوهرم طلب کردم که من به همچون مصلحتچی همچون یاردمچی شوم. حاضر شوهرم حسابچی شده کار میکنم، با مصلحتی شوهرم کار میکنیم هر دو ما. دلی گرم که کار کردن زمین هم میخوراند هم میپوشاند. تا حاضر 25 تن پخته دادیم، چینده پخته سپردیم. 1 کیلوی پخته و 1 سامانی سهم دارو و یاردمچی و پول دادیم. حاضر چینیچی دویم خدا اگر خواهد فردا سر میکنیم. حاضر به فقط مشکلی ما حاضر از سبب دور کلخاز تکنیکای تقسیم کردن خواجگی دهقانی و مسئله من کم عذاب میکشم مسئله تکنیک و از آن سبب که تکنیکا همش کهنه، سالاشون کهنه شدگی. حرکت کساسیم که یگان تا تکنیکی نو گفته من خواجگی و کارفرماییم یا نمانگی سهم داروی هم یاردم کنیم، همون تکنیکی نو کی. حاضر مشکلی همون فقط تکنیک مایه. 2004 سال، یکم سالی سرشوی کارم که بود، کمتر زیق شدم، عذاب کشیدم. میخواستم یگان کس من به دستگیری کند، یاردم کند، اما کم مسئله های کار به زیق شدم. نیست یکن 2005 سال 48 گکتار پخته کشت کردیم. حساب رئیس ناحیه ما و مکافاتی پولی دادن. 2008 حساب خواجگی دهقانی نو تشکیل بود. کمی مبلغ ما کمتر بود. حساب همین نلاک من کمی زحمت کشیدم. فکر کردم که از بهر همین کار میبرایم و دیگر کار رو انتخاب میکنم. با اون تو گردش ایام که با راهی کار یافتیم، ما و کم از بانک کردیت گرفتیم. همین که با کار ما نقش رفت. از 2008 سال تا حاضر فقط مسئله اساسی انیما پخته کاری، کرمک پروری، باغداری، همش به پول بانک گرفته تا حساب کارمای تغییر کردن یاردمی بانکی همین قدر شدیم. حاضر خودمو پولی خودمو که کار میکنیم. دلی صاف که کار کردن، دلی پاک، خلق فریب نکردن، بیچاره بینواگان به یاردم کردن، همین شد که کاری من پیش برفت.